شرکت پپسی باعث مرگ 5 نفر شد و گردن نگرفت. اگر از این سبک ویدیوهای دانستنی و رازآلود خوشت میاد حتما چنلمو ساب کن و تمام زنگوله‌ها رو روشن کن تا ویدیوی جدید رو از دست ندی. در سال 1992 شرکت پپسی در فیلیپین مسابقه‌ای برگزار کرد. این مسابقه نامبر فیور نام داشت. ایده هم بسیار ساده بود. هر شب شماره برنده در اخبار اعلام میشد و اگر شما یک درپوش بطری پپسی با آن شماره داشتین 1,000,000 پزو برنده میشدین. در سال 1992 1,000,000 پزو برای یک فلسطینی معمولی زندگی ساز بود. بنابراین مسابقه بسیار محبوب شد و خانواده درپوش‌های بطری پپسی رو در خانه‌هایشان جمع کردند و بسیاری از مردم زباله‌دان‌ها را جستجو می‌کردند تا درپوش‌های برنده را پیدا کنند. طبق گفته پپسی نیمی از جمعیت کشور به طور فعال در این مسابقه شرکت داشتند و به دلیل همین محبوبیت زیاد بود که پپسی تصمیم گرفت نامبر فیور را برای 5 هفته دیگه تمدید کنه و اینجاست که همه چیز به طور وحشتناکی اشتباه پیش رفت. در طول مسابقه پپسی کنترل کاملی بر تعداد برندگان داشت. آنها به یک برنامه کامپیوتری متکی بودند که 2 درپوش برنده را در کارخانه‌های بطری‌سازی تزریق می‌کردند. تنها 2 برنده می‌توانستند وجود داشته باشند و پپسی می‌خواست در بودجه خود باقی بمانند. اما پس از تمدید مسابقه برنامه کامپیوتری دچار نقص فنی شد و برخی از شماره‌ها مخلوط شدند. در 25 می 1992 ساعت 6 بعد از ظهر شبکه خبری کانال 2 شماره برنده 349 را بیان کرد. در حالی که قرار بود فقط 2 برنده وجود داشته باشند، صدها هزار فیلیپینی شروع به جشن گرفتن کردند. کارخانه‌ها آزاد بودند تا هر تعداد از این شماره که می‌خواستند چاپ کنند. این منجر به گردش بیش از 60,000 درپوش 349 در فیلیپین شد. آن شب خیابان‌ها از جشن پر شد. همه آنها ثروتمند شده بودند و می‌توانستند نگرانی‌های مالی خود را کنار بگذارند. صدها نفر با درپوش‌های برنده خود به کارخانه پپسی هجوم بردند. به زودی کارخانه مجبور شد تعطیل شود و توسط پلیس محافظت شود. شرکت به صورت متوجه اشتباه بزرگی که مرتکب شده بود شد و مدیران اجرایی پپسی در نیمه شب جلسه برگزار کردند تا راه حلی پیدا کنند. این کار برای آنها 10,000 هزار پزو برای هر درپوش برنده هزینه داشت. در حال حاضر 500 پزو حدود $18 بود که 5% جایزه اصلی بود. در حالی که برخی از برندگان این پیشنهاد را پذیرفتند، اکثریت آنها این پیشنهاد را رد کردند. حتی عصبانی‌تر شدند. آنها به خطای کامپیوتری اهمیت نمی‌دادند. پپسی شرکت چند میلیارد دلاری بود و از نظر آنها باید جایزه کامل را ادا می‌کرد. پپسی کنار نیامد و اعتراضات خشونت‌آمیز و شورش آغاز شد که در نهایت به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 10 نفر منجر شد. برندگان 349 به کارخانه‌های پپسی حمله کردند. کوکتل مولوتوف و پنجره‌ها پرتاب کردند، کامیون‌های پپسی را بمب‌گذاری کردند. در طول سال بعد جمعیت خشمگینی از رویکرد سازمان یافته‌تری برای مبارزه با پپسی اتخاذ کردند. ائتلاف 349 گروهی از برندگان بود که علیه شرکت اقدام قانونی کردند. آنها یک کشیش محلی به نام دلفیرو را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند. او بیش از 800 برنده 349 را برای شکایت علیه پپسی به مبلغ بیش از 400 میلیون جمع‌آوری کرد. اکنون آشوب تا سال 1993 ادامه داشت. در این نقطه یک پیچ جدید در داستان شروع به گردش کرد. عناوین روزنامه‌های قدیمی نشان می‌دهد که پپسی به نوعی مسئول بمب‌گذاری کامیون‌های خود بوده. این عناوین بر اساس شهادت یک افسر پلیس بود که ادعا می‌کرد برای معرفی ائتلاف 349 به عنوان تروریست و آسیب رساندن به موقعیت دادگاه پپسی افراد بیشتری را استخدام کرده تا ادعا کنه که پپسی به آنها پول داده تا مشکل ایجاد کنه. یک وکیل پپسی به سرعت این ادعا را رد کرد و اساساً اون پایان ماجرا بود. در سال 1993 دادگاه سرانجام برای 9 مدیر اجرایی پپسی استراحت اجباری نوشت. این یک پیروزی بزرگ برای ائتلاف 349 بود، اما متاسفانه یکی از این تنها پیروزی‌های آنها بود. در ماه‌های بعد تقریباً همه شکایات مدنی و جنایی از دادگاه کنار گذاشته شدند. آنها دریافتند که پپسی در فاجعه نامبر فیور سهل انگاری نکرده است و وقتی همه چیز تمام شد پپسی مجبور شد که فقط یک جریمه کوچک بپردازد.
بسیاری از فیلیپین هایی که تجربه نامبر فیبر را داشتن تا به امروز آسیب دیدن. حتی ذکر کلمه پپسی در برخی گروه ها ممنوع است. اخیراً از پپسی در مورد واکنش آنها به فاجعه نامبر فیبر سوال شد و آنها این بیانیه را صادر کردند: این رویدادها تقریباً 30 سال پیش رخ داده است و هیچ یک از مدیران اجرایی آشنا با این برنامه دیگر در پپسیکو نیستند. ما عمیقاً متاسفیم که هر گونه درد و رنجی را اشتباه ما برای مردم فیلیپین ایجاد کرده.